برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی، هموطنان عزیز و مهاجران گرامی که برای قوت لایمود بیرون از وطن هستید. برنامه تحلیلی دیدگاه است و من شوکت محمد در روبروی شمایم، مهمان مجازی خاندان هر یکی شما هستم. امروز در برنامه درباره خبر یا سر و صدای بازداشتی برادری عزیز گرامیمان اکای ایزات امون صحبت میکنیم. آوازه ها هر خیل پراکنده شده ایستادند، سر و صداها هر خیله هستند. یکی میگوید اکای ایزات امون را بازداشت کردند، در روسیه قرار دارد. یکی دیگر میگوید به تاجیکستان بردند. و ما اینجا در برنامه امروزه چند احتمال ها را به شما بیان میکنیم. با قدر استطاعت مرحمت پذیرا باشید. تماشابینان گرامی، به نظر میرسد اکای ایزات امون یگانه نفری نیست که بازداشت شده است. روز 24 مارت با یک پرواز از مسکو حدودی 10 تاجیکی استرداد شده با درخواست تاجیکستان را به دوشنبه بردند. چند نفر آنها شهروندان روسیه بودند که شهروندیشان بیکار شده است. طبق اطلاع یک منبع ما، همه این استرداد شده ها از جانب مقامات روسیه روزهای 23 و 24 مارت بازداشت شده به دست نمایندگان مقامات تاجیکستان سپاریده شدند. برخی از آنها تنها قبل از پرواز خبردار شده اند که شهروندی روسیگیشان لغو شده است. این منبع ما گفت که از مسکو آورده شده ها در بازداشتگاه بنای مرکزی کمیته دولتی امنیتی ملی نگهداری می شوند، اما بینشان خوشبختانه ایزات امون نیست. در همین حال یک منبع دیگر با استناد به قول یک افسر بلندپایه وزارت کارهای داخلی به ما گفت که خرسندی میکرد که دیروز یک شکار کار کلان را از مسکو آوردیم. معلوم نیست سخن درباره ایزات امون می رود یا نفر دیگر. امکان دارد احتمال ایزات امون که تقریبا روز 23 مارت ربوده شده است یا اینکه بازداشت شده است، همراه با این گروه استرداد شده ها به دوشنبه برده شده است، اما از آنها در جای دیگر نگهداری می شود. ایزات امون که رهبر مرکز تاجیکان در مسکو، فعال سیاسی و حقوق شناس که طبق گفته همکارانش از 3 روز قبل ناپدید شده است، بعضی از نفران گرد اطرافش به ما گفتند که با گمان غالب در تاجیکستان قرار دارد. طبق همون نفرانی که دعوا دارند میگویند ایزات امون در تاجیکستان قرار دارد، به چند دلیل ها اشاره میکنند. دلیل اول نوار ویدیویی خودی ایزات امون است که دیروز نشر شد، شام دیروز. در این نوار رهبر مرکزی تاجیکان که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مراجعت کرده است میگوید اگر شما این نوار را میبینید پس من دیگر در روسیه نیستم، مرا برده اند. ایزات امون میگوید مدت زیادی است که گروه از مقامات مخصوص تاجیکستان تعقیبش میکنند و چند نفر از مقامات روس نیز برای استردادش به تاجیکستان پول زیاد گرفتند. همچنین شهروندی ایزات امون در روسیه غیر قانونی لغو شده است. جستجو در پایگاه دادگاه‌های مسکو نشان می‌دهد که پرونده ایزات امون روز 4 مارت به دادگاه رفته، همان روز مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده می رود روز 4 مارت، همان روز مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین دیده می شود خودی همان روز حکم صادر شده، از 16 مارت حکم
قانونی شده است. قوه قانونی پیدا کرده است. با گمان غالب محاکمه دادگاهی بدون حضور خود عزت امان برگزار شدگی. بعد 2 هفته بنابر شکایت نبردن عزت امان به دادگاه بالایی به اجرا درآمده است. عزت امان را مقامات روسیه به چه گونه نگار میکنند؟ طبق ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری فدراسیون روسیه فعالیت غیر قانونی مهنتی از جانب شهروند خارجی یا شخص بی شهروند در فدراسیون روسیه قسم 2 محکوم شده است. در قسم 2 میگوید که قانون ویران کنی در قسم 1 همین ماده پیش بینی شده که در شهر دارای اهمیت فدرالی شهر مسکو یا سنت پترزبورگ در ولایت مسکو یا لنینگراد صادر شده است با باعث جزای مأموری به اندازه از 5000 تا 7000 روبل با اخراج مأموری از فدراسیون روسیه میگردد. اکنون اینجا فهمیده نمی شود که چگونه عزت امان با عزت امان این ماده ها چه دخل داشتند در حالی که عزت امان در وقت فعالیت میکردهش شهروند روسیه بود و همگی همین 1 ماه آخر شهروندیش رو بیکار کردند، لغو کردند. بختاور جمعیف همکار عزت امان یک نوار را یک صحبتش را ثبت کرده در یوتیوب مون که در اونجا میگوید بار آخر 4 روز قبل عزت امان را دیده بود و از روز سه شنبه تلفن های عزت امان دسترس است و معلوم نیست در کجا قرار دارد. دلیل دوم این است که دیروز یک فعال دیگری تاجیک را بازداشت کردند و امروز او در تاجیکستان قرار دارد. ما از این خبر داریم. در دست ما چند دلیل لغو شهروندی و استرداد غیرقانونی او قرار دارد که با پره شدنش به زودی نشر میکنیم انشالله. وقت توانستند ببینید این نفر را روزی بازداشتش به دوشنبه برند دوام 2 روز بردن عزت امان مشکلی ندارد. اکنون دلیل سوم چی است؟ دلیل سوم این است که مقامات تاجیک منفعت دار هستند بنابر پیشگیری از سر و صدای زیاد عزت امان را هرچی زودتر به تاجیکستان برند. اگر اهمیت داده باشد وقتهای آخر آنها محض همین تاکتیک را پیش گرفتند. هر کسی را بردن میخواهند روزی پرواز بازداشت کرده راست به فرودگاه میبرند. تماشابینان گرامی بجز این دلیل ها وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمیش علیه عزت امان عیب اعلان کرد. تجربه های قبلی نشان میدهند وزارت کارهای داخلی زمان نسبت فعالان سیاسی عیب اعلان میکند که آنها الکی دستگیر شده اند. همچنین وزارت کارهای داخلی از نفرانی که دچار گویا فریب و قلابی های عزت امان شده اند خواسته است که به وزارت کارهای داخلی مراجعت کنند. وزارت کارهای داخلی گفته است که برای صادر کردن جنایت قلابی عزت امان در جستجوی رسمی قرار دارد. اکنون با همین اعلامیه وزارت کارهای داخلی نیز میتوان تخمین زد که اکی عزت امان در تاجیکستان قرار دارد. تماشابینان گرامی همه این دلیل ها احتمال عزت امان را بردن به دوشنبه بود. اینجا یک منبع از نزدیکان عزت امان چند ساعت پیش با ما تماس گرفته گفت تلفن موبیلی رقم روسیگی عزت امان دوام روز مدت چند دقیقه فعال شده است و او زنگ زده است هرچند کسی نبرداشته است و بعداً باز دستنورس شده است. بنابر این نفر که نفر با اعتماد است اگر به گپ این باور کنیم احتمال دارد عزت امان در روسیه باشد.
شاید ایزات امون رو نبردند. من خودم هم به همین چیز بیشتر باوری دارم که حالا اکای ایزات امون در روسیه در بازداشت قرار دارد. به هر حال فکر من چی است؟ با بازداشت ایزات امون حکومت تاجیکستان میدونه چی میخواهد؟ برای چی مقامات انتظامی روسیه در بازداشت ایزات امون با مقامات امنیتی تاجیکستان همکاری میکند؟ فکر میکنم هم برای تاجیکستان و هم برای روسیه بازداشت ایزات امون یک بازداشت سنجشی است. حالا هم تاجیکستان و هم روسیه نبض مهاجران را میسنجند. در این چند ماه آخر که سر و صدای مهاجران خیلی بلند شده است، مقامات این دو کشور میخواهند بدانند که تا چه اندازه این سر و صداها واقعی هستند و تا چه اندازه مردم جدی واکنش میکنند. وقتی سنجیده شد که سر و صداهای امروز مردم جدی نیست، حکومت‌های دو کشور به واکنش مردم نگاه کرده برنامه ریزی میکنند، استراتژی معین میکنند. نبض جامعه سنجیده می شود، نبض مهاجران سنجیده می شود که این در شبکه‌های اجتماعی هیاهو زیاد است، نارضایتی ها زیاد است. تا چه اندازه این گونه نارضایتی ها، آبادگی ها به میتینگ، به تظاهرات، به اصلاحات، تا چه اندازه جدی است، این نبض سنجیده می شود. شاید برای همین باشد. شاید ایزات امون را به تاجیکستان برند هم مثل کرامت شریپوف او را بازداشت نکنند، زندانی نکنند، سرش بدهند، یگان دارو بزنند، مدت چند ماه بگردد، بعد خودش در جای بمیرد مثل کرامت شریپوف. این احتمال هم وجود دارد. اما به پیوندان، شاگردان، پیروان، مخلصان، دوستان اکای ایزات امون مراجعت من این است که لطفاً هرچی زودتر از حالت شاک برآیید. هیاهوی شما تا به فلک میرسید. حالا وقت ثابت کردن دوست بودن آمده است. چشمتان را باز کنید. دست و رویتان را یک با آب خنک شسته از بدن خود درک دهید. از پی دفاع حقوق شخص شوید که دایم در غم حق و حقوق شما بود. مردمی ما همینن. شیر نر نمیدونم تو یکتایی تو دوتایی ما از پشت تو هستیم، ما همراه تو هستیم، ولی وقتی که مشکل ایجاد شد دیگه در پهلو طرف نگاه میکنی که یگان پلنگ نیست، یگان شغال نیست، هیچ کس دیگه ماندگی نیست. بنابراین وقتی که مشکل برای سر یکی کرامت آمد ما هیچ کس ندیدیم. این مرد در خدمت ملت بود و می شود گفت عمر خدا و جان خدا برای خدمت این ملت سپری کرد. من به حکومت روسیه کاری ندارم. فکر میکنم حکومت روسیه هر کاری میکند سنجیده به منفعت خودش میکند، به منفعت حکومتش میکند. ولی مراجعت من به حکومت تاجیکستان این است که شما بقای خود را نه، بقای کرسیتان را نه، بقای ملت را اندیشه کنید. شما با سرکوب کنی نخبگان ملت، مدافعان حقوق شهروندان کشور در خارج، سیاستمداران، اقتصاددانها، ضیائیان و هر نفری که اندیشه سالم دارد از سر راهتان دور کرده ایستاده اید. با این اندیشه قبیلوی عصر میانگی در عصر 21 مگر شما می توانید حامی یک ملت باشید؟ مگر می شود که زمام یک ملت را به یک قبیله باور کرد؟ نمی شود آخر. شما و لگنبرداران شما بار اندیشیده اند که این نفرانی که جان خود را به کف دست گرفته گپ میزنند چی میخواهند؟ بار اندیشیده اید؟
شما تانک دارید، توپ دارید، армия دارید، وزارت دفاع، امنیت، کارهای داخلی، حالتهای فوق‌العاده دارید. همین 4 بلاگر ضد سیاست‌های نادرست شما گپ زده ایستاده چی دارد؟ هیچی. همین بلاگر ها میداند اگر کار به شما باشد و هر وقت تا کشور میزبان را راضی کرده توانستید پای به زمین نرسانیده برداشته میبرید. هر ظلم و شکنجه‌ای که دلتان میخواهد میکنید. ولی چرا نمی اندیشید که چرا ما دیده و دانسته همه این حالت را گپ میزنیم؟ محیدین کبیری، علم شیرزمان، عزت امان، محمد اقبال صدرالدین، چرا اینها همه گپ میزنند؟ یک بار نه اندیشیدید؟ برای آن که با این سیاست پیش گرفته اتان شما ملت را سرخم کرده ایستادید. اگر ما خاموشی پیشه کنیم شما ملت را به نابودی میبرید. انا برای همین تا جان داریم گپ میزنیم و چشم مردم را میکشاییم. بدانید دیگر شما ریسورسی کاری ندارید. میفهمید همین را؟ اقلاً فراست پیاده کردن سیاستی شایسته سالاری ندارید. مثل عصر میانه قبیله بازی و اولاد بازی کرده گشته اید. و ملت ضد این قبیله بازی و اولاد بازیتون است. وقتی که این است شما باید مردم را بکشید، بدرید، به زندان اندازید، گپ زن را بدزدید و زبانش را بدوزید. بعد چی؟ با همین تمام می؟ دنیا با آخر میرسد می؟ نیک و آخر. خصوصا رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور، آخر خودتان یک کاری کرده وای کرده ایستاده اید. بهترین کادر خانواده اتان، قبیله اتان، رستم جان آزاده را اقلا وای گویشان را مردم نشونیده است. با این دو نیمه گونگتان با چند وزیری حرف دهانش را از عهده گفتن نمی برآمدگی اقلا به تاجیکی گپ زدن نمیتونستگی اتان ملت را تا به کجا میبرید؟ در یگان سیاست موافق نیستید. نادرست است. یک به آمارهای خودتان داده، یک به آمارهای رسانه کرده اتان اهمیت دهید. در کجای از شما موافق شده اید؟ کدام برنامه سالانه اتان موافق شده است؟ یا کدام برنامه 10 ساله تان، 5 ساله تان، 3 ساله تان موافق شده است؟ یک بار گپ زنید. همه استراتژی بربادی فلک است. سر را از کاغذ بردارید قیامت قایم می شود. وای. آخر ببینید چند کار شایسته ای که کردید. ملت مردم قدرشناسی کرد. عالی حضرتتان کرد. جناب عالیتان گفت. پیشوایتان گفت. پیغمبرتان گفت و شما تنتک شده رفتید. حالا وقتی آن رسیده است که به خود بیایید. به خود بیایید. در مرز تهدید هست. همسایه کشورها به زمین ما چشم الا کردند. نفری را که به گفته شنید فرستاده اید حالا بدنش 10 روز باز از لرزه نمانده است. به دهانش گپ نمی بیاید. یک بار گنگ شده رفت. این رو هم درک کرده ایستاده اید. آقای رئیس جمهور، آیا خبرتون هست که رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان نشستی مطبوعاتی دایر کرد درباره گفت و شنید مرزی در شهر گلستان سغد به مردمش معلومات داد؟ آیا خبر دارید که قرقیزستان دعوای گرفتن به تمام واروخ را کرده است؟ Tacikistan tuura masalelari chechilelek
Тажикстанда негизги маселелердин бири бул анклав Ворух болуп атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Анклав Ворух боюнча биз Тажикстанга өзүбүздүн эки өзүбүздүн сунушубузду бердик. اینها با چقدر تیاری به گفت و شنید آمدند. آقای رئیس جمهور امامعلی رحمان، شما از حال نفری که برای گفت و شنید فرستادیدش خبر دارید که در چه حال است؟ یگان گفتنیه مثل همتای قرغزش به مردم دارد؟ پرسیدید؟ به دهانش گپ میبیاید یا نه؟ فهمیدید این سیمومین یتیم پروفسور دکتری علوم رو بر روی مردم آیا گپ زده میتواند یا نه؟ فهمیدید؟ هر شاید تواند. شاید تواند. چرا گپ نمیزند؟ برای چی؟ چون که شما خود را پیشگاه مردم گزارش دهنده نمیدانید. اگر چنین میبود خودتان دل گرده کرده در این 30 سال حکومترانیتان اقلا سال 1 مرتبه با روزنامه‌نگاران نشست مطبوعاتی دایر میکردید. نمیکنید. برای همین پیروانتونم همین خیلی است. کار شما چی است؟ فقط عقلتان به یک چیز میرسد. آدم ربایی، گپ زدگی را به دهانش قلف زدن، ملت را سرخم و دهان بسته نگاه داشتن، تمام. باور کنید این کاربردتان، این گونه کاربردتان دیگر فایده ندارد. خودتان هم میدونید که دیگر زمانه ها دیگر شده ایستاده است. دنیا، پول مال و منصب، چیزی شیرین، دل کندن مشکل، این رو فهمیدن ممکن، اما میدونید چی؟ دیر یا زود همین پول مال و منصبتان به سرتان آب میریزد. نموریم، میبینیم انشاءالله. تماشابینان گرامی، اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. تا هفته دیگر خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.